مرد هندی به خاطر همسرش 22 سال کوه رو شکاف داد. داشرات مانجی ساکن روستای گهلور در ایالات شرقی کشور هند وقتی مشغول به کار بوده همسرش به دلیل پرت شدن از کوه به خاطر آوردن غذا برای داشرات به شدت مجروح میشه و چون مرکز درمانی از روستا دور بوده جان خودش رو از دست میده. بعد از این اتفاق داشرات تصمیم میگیره که همون کوه رو با استفاده از وسایل ساده‌ای مثل چکش و پتک بشکافه تا مسیر دسترسی به بیمارستان و راه اصلی کوتاه‌تر بشه. اون بعد از 22 سال کار و تلاش مداوم کوه رو به طول 110 متر و عرض 9 متر میشکافه. این کار داشرات باعث میشه که مسیر دسترسی به مراکز مهم 40 کیلومتر برای ساکنین روستا کمتر بشه. از این حرکت داشرات فیلم‌ها و مستندهای زیادی ساخته شده. اگه کارش رو انسانیت میدونی لایک کنید و برای دیدن جالبترین حقایق دنیا دیدنی و دانستنی رو سابسکرایب کنید.